ادب و احترام. امروز میخوایم در خصوص یکی از عناصر پرمصرف گیاهان صحبت بکنیم. ولی عنصر پرمصرف گیاهان عنصر نیتروژن هست که خب همه شما عنصر نیتروژن رو میشناسید، حالا به کودهای اوره، کود نیترات، به این نام ها، سولفات آمونیوم، به این نام ها کود اوره رو میشناسید و حالا از منابع تامین کننده نیتروژن برای گیاهانتون استفاده کنید. ببینید نیتروژن به دو فرم آمونیوم و نیتراتی در خاک وجود داره یا حالا به صورت کودهای شیمیایی موجود هست که خب اولین منبع کودهای نیتروژنه کودهای عالی هست که میتونیم حالا به بقایای گیاهی، کمپوست ها، هیومیک ها، به اینها اشاره بکنیم که خب اینها وقتی که توی خاک استفاده میشن و تجزیه میشن فرایندهایی در خاک اتفاق میفته و نیتروژن مورد نیاز شما رو تامین. اولین کود پرمصرفی که در حال حاضر تو کشور ما استفاده میشه و همه شما اونو میشناسین کود اوره هستش که این کود حدوداً 46% اوره داره و یکی از منابع غنی و غلیظ کودهای نیتروژنی است. فقط نکته‌ای که اینجا مهمه شما باید دقت بکنید که در زمانی که این کود رو استفاده می‌کنید بلافاصله یا باید با خاک مخلوط بشه یا اینکه حتما آبیاری پشت اون انجام بشه که شما تبخیر آمونیاک رو نداشته باشید و کارایی کودتون پایین نره. این نکته حساسیه در خصوص کود اوره که باید حتما دقت بکنید. کود بعدی ما نیترات آمونیوم هست که این کود حدوداً 33% نیتروژن داره که به صورت آمونیوم و نیتراته هست که فرم نیتراته خیلی سریع در اختیار گیاه شما قرار میگیره و فرم آمونیومی اون به تدریج نیتروژن مورد نیاز گیاه شما رو تامین میکنه که یکی از منابع مفید برای خاک‌های قلیایی هست که باعث کاهش پی اچ. بعدی ما کود سولفات آمونیوم هست که این کود حدوداً 21% نیتروژن داره و 24% هم بوجرد داره که خب به خاطر اون بوجرد که داره برای خاک‌های قلیایی استفاده میشه چون سبب کاهش پی اچ خاک ما میشه و باعث میشه که به قول معروف عناصر ریزمغذی ما خیلی بهتر جلب بشه. کود بعدی کود نیترات کلسیم هست که حالا با توجه به برندهای مختلف 15 تا 16% نیتروژن داره و 19% هم کلسیم داره که این کودها کلسیم باعث استحکام و استقامت ساختار گیاه شما میشه و نیتروژن هم که خب میتونید استفاده بکنید تامین میکنه نیتروژن شما. یه سری نکاتی هست که من رو به صورت کلیدواژه‌ای براتون نوشتم که حالا در ادامه براتون توضیح میدم چون اینها مربوط به رفرنس ها و مقالاتی هست که بررسی شده. و یه موضوع دیگه این که یکی از منابع دیگه‌ای که شما میتونید تامین نیتروژن داشته باشید اما ابتدای ویدیو هم گفتم کودهای عالی هست که کود حیوانی، بقایای گیاهی و کمپوست هست. ببینید اینجا میخوام به علائم کمبود نیتروژن بپردازم که یکی از علائمی که به شدت شایع هست و زیاد هست که شما به راحتی میتونید تشخیص بدید همون رنگ سبز کمرنگ یک نواخت در سطح برگ شماست که این علائم از برگ‌های پایینی شروع میشه چون نیتروژن یک عنصر فعاله و در گیاه شما حرکت میکنه و به سمت برگ‌های بالا میره. پس این نکته حائز اهمیته که علائم کمبود نیتروژن ابتدا در برگ‌های پایینی به صورت رنگ سبز کمرنگ یک نواخت خب مطالب ما همینجا تموم شد. من یه سری نکاتی که خب توی پژوهش‌هایی بود که انجام داده بودیم روی این دفترچه یادداشت کرده بودم که براتون توضیح دادم و یکی از منابع اصلی ما این کتابه که یکی از کتاب‌های واقعاً قوی در خصوص تغذیه گیاهان هست، اصول تغذیه معدنی گیاهان که واقعاً کتاب مفیدی است. اگر دوست داشته باشید میتونید تهیه بکنید و این کتاب رو مطالعه بکنید و امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین و مفید بوده باشه براتون. لایک یادتون نره، سابسکرایب کنید و اون زنگوله بغل هم بزنید که اگر ما ویدیویی گذاشتیم بهتون اعلام بشه. شاد و پیروز باشید.